عبدالرزاقی با این عکس هدیه تهرانی را سورپرایز کرد. الکا عبدالرزاقی به مناسبت تولد هدیه تهرانی عکسی از مراسم عقدش در کنار این بازیگر محبوب و محجوب کشور ما منتشر کرد. این عکس را در ادامه ببینید. امیر محمد متقیان: با تیم امپورنگ بزرگ شدم. امیر محمد متقیان متولد 13 آذر 74 در ساوه است. تک فرزند و مادرش اهل ساوه و پدرش اهل تهرانه و در شغل چاپ و طراحی تابلو و پارچه نویسی می باشد که تا سوم دبستان در این شهر زندگی می کرد. افشاگری گلزار: هنوز از من میپرسن ازدواج کرده ای؟ دستپخت همسرم محشر است. قبول دارم خواننده خوبی نیستم. محمد رضا گلزار در تازه ترین گفتگویی که انجام داده به نکاتی درباره سبک زندگی و حرفه‌اش اشاره کرده. محمد رضا گلزار در تازه ترین گفتگوی تصویری که انجام داده به سوالاتی درباره سبک زندگی و فعالیت‌هایی که انجام میده پاسخ داده. او میگه من خواننده را حرفه اصلی خودم نمیدانم و نقدهایی که به آن میشود را میپذیرم. فقط برای طرفداران و فنای خودم میخوانم. به خاطر سبک زندگی که دارم غذای خانگی میخورم. دستپخت همسرم محشر است. عمل زیبایی نکردم. هرچند میبینم که بعضی دکترهای زیبایی درباره عمل گونه و فک و غیره منتظر من هستن. هنوز از من سوال میکنن تو واقعا ازدواج کردی؟ بله، من ازدواج کردم. مجلس عروسی نیما و باران پربیننده ترین مراسم شهریور شد. اولین سریال سامان به نام گردنزنی که در سکوت خبری تولید شده بود در نمایش خانگی منتشر شد. سامان که پیش از این به عنوان کارگردان سینما 7 فیلم تولید می‌کرده، وارد نمایش خانگی و سریال سازی شده و گردنزنی را با همکاری علی قربانزاده در مقام تهیه کننده ویژه پلتفرم فیلم نت ساخته است. فعلا قسمت اول این مجموعه شروع خوب و امیدوار کننده‌ای داشت و توانست حس کنجکاوی مخاطب را درباره سرنوشت شخصیت‌ها و ادامه قصه تحریک کند. گردنزنی شروع پر اتفاق و درگیر کننده‌ای داشت. این مجموعه قصه دو خانواده را روایت می‌کند که با یکدیگر وصلت می‌کنند و فرزندانشان به نام نیما و باران با یکدیگر ازدواج می‌کنند. این زوج تصمیم می‌گیرند با ترک مراسم عروسی و رفتن به ماحصل مهمانان را غافلگیر کنند. در حالی که همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رود، یک خلافکار سابقه‌دار متوجه می‌شود که نیما از نامزدش سوء استفاده کرده و با تهدید به واسطه عکس و فیلم‌هایی که از او دارد به خانه این زوج می‌رود و به قصد کشتن آنها می‌زند. گردنزنی که با هشدار سنی مثبت 16 سال منتشر شده، در قدم اول موفق شد تماشاگر را با قصه درگیر و او را نسبت به سرنوشت شخصیت‌ها همچنین گذشته آنها کنجکاو کند. قصه گردنزنی شخصیت متعددی دارد و اکثر کاراکترها در قسمت اول سریال حضور داشتند. با توجه به آنچه در شروع سریال دیدیم، علاوه بر قصه اصلی این مجموعه، هر کدام از شخصیت‌های داستان نیز قصه خاص خودشان را دارند. مانی برادر نیما دنبال انتقام از قاتل دخترش است. مسعود ناپدری نیما با زن جوانی در ارتباط است و پلیس جوان قصه نیز ظاهراً در گذشته به باران علاقه‌مند بوده. تعداد شخصیت‌های داستان نیز باعث می‌شود کنجکاوی مخاطب برای پیگیری گردنزنی بیشتر شود. گردنزنی سریال پربازیگری است. رویا نونهالی، حسن مجنونی، مهدی حسینی نیا، الهام پاونژاد، پاشا رستمی، سمیرا حسن‌پور و مهران غفوریان از بازیگران شناخته شده این مجموعه هستند. الیکا ناصری و محمد امین شیرباف در نقش باران و مأمور پلیس قصه نیز دو بازیگر جوان گردنزنی هستند که ابتدا به واسطه یک سریال نمایش خانگی به مخاطب معرفی شدند. ناصری با مجموعه یاغی و شیرباف با سریال قورباغه به مخاطب معرفی شدند. کیسان دیباج هم که با مجموعه تلویزیونی از سرنوشت شناخته می شود، با عنوان اولین حضور خود در نمایش خانگی در گردنزنی ایفای نقش کرده. هنوز کاراکترهای اصلی و مکمل قصه به طور کامل معرفی نشدند. بنابراین فعلا برای ارزیابی عملکرد بازیگران زود است. اما فعلا در شروع سریال ایراد مهم یا اتفاق ویژه‌ای در بازیگران به چشم نیامده. افشاگری شاهین صمدپور از حرفهای مادر علی انصاریان. شاهین صمدپور خبرنگار مستقل درباره درگیری‌های خانوادگی زنده‌یاد علی انصاریان توضیحاتی داد
و در این زمینه با لحنی تهدیدآمیز به داماد خانواده انصاریان هشدار داد. شاهین صمدپور در بخشی از صحبتاش گفت مادر علی کاملا سالم و آلزایمر نداره و از داماد خود گلایه داره و اگر روی خودشو در قبال این مادر عوض نکنه از همین جا افشاگری میکنه. پایتخت 7 اولین عکس از شعری نقی معمولی ارسطو در پایتخت 7. ساخت فصل هفتم سریال پایتخت 7 بعد از چند سال وقفه با درخواست‌های مکرر برای تولید سری جدید با حضور تمامی شخصیت‌های اصلی و اضافه شدن چند شخصیت جدید از چند ماه قبل آغاز شده. حالا هومن حاجی عبدالله، یک از بازیگران این سریال، تصویر با هشتگ پایتخت 7 را دقایق پیش در توییتر خود منتشر کرد تا اولین تصویر از پشت صحنه فصل جدید این سریال را با هواداران خود به اشتراک بگذارد. اما همای پایتخت چه زیبا شده. استایل جنجالی زن امیر جعفری در ونیز ایتالیا، ریما رامینفر با حجاب اروپایی. سحر قریشی در مسیر بازگشت به ایران، خانم بازیگر قید همه چیز را زد. سحر قریشی زاده 6 دی 66 بازیگر اهل ایرانه. او حرفه بازیگری را از سال 88 با بازی در فیلم لج و لجبازی آغاز کرد. سپس در همان سال برای ایفای نقش در مجموعه تلویزیونی دلنوازان به شهرت رسید. سحر قریشی در آذر 96 در مصاحبه‌ای بیان کرد که با رفتن زنان به ورزشگاه مخالف است و خودش از اینکه مردان در کنار او باشند منقلب می‌شود. درود بر شما عزیزای دلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدم کلینیک فخری برای پاک کردن تتو. بعد خیلی خوشحالم که جلسه بعدی ریموو تتو شعبه ایرانشونه. میبینمتون، میبوسمتون از راه دور.